تأسیس نمودن چنین روبریکاهای آزمونی در تبادل اندیشه و فکر و دانش و جهانبینی همدیگری خیلی یک فضای خوب مساعد را فراهم آورد. دوم، عامل هوسمندگانی. بسیاری هستند مقاله می نویسند برای آزمون تا چاپ مقاله شان و یا خب انتظاری میکشم. یعنی هم هوسمندگردانی از نگاه روحی یعنی معنوی، هم هوسمندگردانی از نگاه مادی و اکثریت نفرانی که با این روبریکا اشتراک کردن و از جمله بنده هم در چند اشتراک کردن خب منفعت مادی هم دیدن. مثلا گرفتن حق قلم از یک طرف مادی، در آزمون اشتراک کردن و مثلا با قطار غالبان افتادن از همان هوسمندگردانی ها تا مثلا گرفتن جای ها، این هم عامل هوسمندگردانی. این هم یک چیز خوب است، یک دستگیری است، یک دستگیری خواننده است، یک دستگیری اون نفری است که قابلیت نوشتن دارد. این بسیار چیز خوب است.